خداوکیلی هر کسی اعتراض داشته باشه و جمهوری اسلامی رو قبول نداشته باشه، شما مسیحی حق ندارید حرفی بزنید. شمایی که به قول اینفانتینو رئیس فیفا بابت کارهایی که انجام دادید، بابت ظلم‌هاتون باید 3000 سال از مردم جهان عذرخواهی کنید. اول باید معذرت خواهی کنید، از دل مردم جهان درارید، بعد بیاید طلبکار بشید. شمایی که فقط در یک حرکتتون 9 دور جنگ‌های صلیبی رو بر علیه مسلمان‌ها راه انداختید که بعضی از مورخین نوشتن 9 میلیون نفر تلفات داشته، بعضی تا 20 میلیون نفر هم ذکر کردن. حالا به جای معذرت خواهی طلبکار هم شدید، ژست صلح طلب بودن هم به خودتون گرفتید. صفحات تاریخ پر از دوران سیاه و خفتبار و خفقانی که کلیسا بر علیه مردم جهان راه انداخت. حالا خیلی شیک و پیک میشینید جلوی دوربین و ادعای صلح و محبت و عشق میکنید. الحق که تروریست های کراواتی برازنده شماست. شما به دنبال روی کار اومدن چنین حکومتی هستید چون ریشه در اعتقاداتتون داره، چون ریشه در کتاب مقدستون داره، چون ریشه در عهدین داره.